اونس جهانی طلا که خیلی ازش حرف میزنن یعنی چی؟ چطوری محاسبه میشه؟ کی بالا میره و کی پایین میاد؟ هر اونس طلا یعنی تقریباً 31.1 گرم طلای خالص 24 عیار. اونس جهانی طلا واحد استاندارد طلا تو دنیاست و قیمتش تو بازارهای جهانی مثل بورس کالای نیویورک یا کامکس تعیین میشه و از همونجا میشه پایه قیمت طلا تو کل دنیا، به جمله بازار سبز میدون تهران یا جواهر فروشی‌های خیابون کریم خان. البته قیمت طلا تو ایران از ترکیب 2 تا چیز به دست میاد. 1 همین قیمت اونس جهانی طلا و 2 قیمت دلار بازار آزاد. مثلا فرض کنید اونس جهانی طلا $3200 و دلار بازار آزاد 100,000 تومانه. پس قیمت 1 گرم طلای 24 عیار تقریبا میشه $3200 ضرب در 100,000 تومان تقسیم بر 31.1 گرم که حدوداً میشه 10,290,000 تومان. حالا اگه اونو توی 75 صدم ضرب کنیم به قیمت حدودی 1 گرم طلای 18 عیار میرسیم که میشه 7,717,000 تومان. قیمت اونس جهانی با توجه به اتفاقهای بزرگ اقتصادی تغییر میکنه. وقتی تورم جهانی بره بالا، بحران اقتصادی به وجود بیاد یا احتمال جنگ افزایش پیدا کنه، تقاضا برای طلا میره بالا و قیمتش گرون میشه. وقتی اوضاع آروم باشه، سرمایه‌گذارا میرن سمت بازارهای دیگه و قیمت طلا معمولاً میاد پایین. خلاصه اینکه اونس جهانی قیمت دلاری حدود 31 گرم طلای خالص تو بازار جهانیه. قیمت طلا تو ایران بستگی به اونس جهانی و قیمت دلار داره و با یه فرمول ساده میتونیم قیمت 1 گرم طلای 18 عیار رو از قیمت اونس جهانی به دست بیاریم.